با سلامای گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون انترناسیونال، سهیلا شریفی هستم. در خدمتتونم امروز برای یکی دیگه از برنامه‌های انترناسیونال. در برنامه امروز ابتدا اطلاعیه‌ای داریم در رابطه با مرگ یکی دیگه از زندانیان سیاسی در زندان اوین و اطلاعیه‌ای که کمیته زندانیان سیاسی در این رابطه داده رو قسمت‌هایشو براتون میخونیم. در قسمت بعدی برنامه‌مون گفتگویی داریم با شیوا محبوبی از فعالین حقوق زن، فعالین شورای مرکزی سازمان علیه تبعیض و همچنین از فعالین کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی و همچنین در این قسمت از برنامه با شیوا محبوبی در رابطه با دستگیری و بازداشت تعدادی از فعالین حقوق زن در ایران صحبت خواهیم کرد. همونطور که اطلاع دارین روز پنجشنبه 6 فروردین تعدادی از فعالین حقوق زن که از اعضای کمپین 1 میلیون امضا هستند در شهر تهران دستگیر شدن و این تعداد الان در بازداشت به سر میبرن، به زندان اوین منتقل شدن و در این رابطه با شیوا محبوبی از فعالین حقوق زن صحبت میکنیم. قسمت بعدی برنامه‌مون گفتگویی خواهیم داشت با بهرام سروش در رابطه با رابطه ایران و آمریکا و اینکه مسئله اسلام سیاسی در سیاست‌های آینده آمریکا چه نقشی داره و این روند آینده این مسئله به کجا داره کشیده میشه. بخش بعدی برنامه‌مون گفتگویی خواهیم داشت با مینا احدی در رابطه با مبارزه علیه اسلام سیاسی در کشور آلمان و فعالیت‌هایی که در این رابطه داره پیش برده میشه. در قسمت آخر برنامه گفتگویی داریم با اصغر کریمی که در رابطه با وضعیت نامعلوم علی نجاتی هست که مدیر عامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هست و اینکه ایشون الان بازداشت به سر میبرن در نقطه نامعلومی هستند و اینکه چیکار باید کرد در این رابطه و چه اقداماتی در رابطه با تلاش برای آزادی این فعال کارگری در دست هست با اصغر کریمی گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم که برنامه‌های امروزمون مورد پسندتون قرار بگیره و اجازه بدین در این قسمت برنامه قبل از شروع گفتگومون با شیوا محبوبی من فقط خبر و اطلاعیه مربوط به مرگ در واقع قتل امیدرضا میرسیافی رو که در زندان اوین به قتل رسیدن و به اطلاعتون برسونم. متاسفانه به اطلاع ما رسیده که روز چهارشنبه 28 اسفند ماه 1387 امیدرضا میرسیافی و وبلاگ نویس 28 ساله به خاطر اینکه زندانبانان زندان اوین بهش بی‌توجهی کردن به وضعیت سلامتی اون و به موقع نرسوندنش به دکتر و بیمارستان و به خاطر اینکه بی‌توجهی شده به وضعیت سلامتی این زندانی ایشون متاسفانه جانشو از دست داده. ما همینجا جا داره از طرف همه کارکنان کانال جدید و از طرف همه انسان‌های آزادیخواه به خانواده این زندانی سیاسی و همچنین به همه دوستان و بستگانش تسلیت بگیم و اعلام بکنیم که در غم ایشون شریک هستیم. یه بار دیگه یکی دیگه از فعالین وبلاگ نویس، یکی دیگه از زندانیان سیاسی به خاطر وضعیتی که در زندانهای جمهوری اسلامی هست و واقعا به عمد به قتل رسیده و باید تلاش بشه که در این رابطه و در رابطه با زندانیان دیگه بتونیم کاری بکنیم که این ماجرا دوباره پیش نیاد. در همین رابطه اطلاعیه کمیته مبارزه برای زندانیان سیاسی داره در قسمت آخرش میگه که جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان در زندان است. ضرب و شتم زندانیان سیاسی، شکنجه دائمی جسمی و روحی آنان، محرومیت از برخورداری از امکانات درمانی، محرومیت از امکانات بهداشتی، همه از روش‌های معمول جمهوری اسلامی برای وارد کردن فشار بر روی زندانیان سیاسی است که مستقیما جان و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. و در این رابطه اشاره میکنه که در طی سال
سال گذشته زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب، ابراهیم لطف اللهی و مورد اخیر هم امیر حسین حشمت ساران از جمله کسانی بودند که در زندان جمهوری اسلامی به خاطر وضعیتی که وجود داره جونشون رو از دست دادن و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی هم تسلیت خودش رو به خانواده و خانواده این جانباختگان و از جمله به خانواده امیدرضا میرسیافی اعلام میکنه. خب این اطلاعیه در رابطه با مسئله مرگ این وبلاگ نویس بود که حتما در برنامه‌های آتیمون در این رابطه بیشتر گفتگو خواهیم کرد. اجازه بدین در قسمت بعدی برنامه‌مون گفتگومون رو داشته باشیم با شیوا محبوبی در رابطه با بازداشت تعداد دیگه‌ای از فعالین حقوق زن.